این نفر یولداشبای یوسفوف ساکن ناحیه دیوشتش بوده. 15 سال اینجانب برای جمع‌آوری حاصل شله به قول مرد کار می‌آید. او 54 ساله بوده. با وجود این از موسم شله زیاده از 300 کیلوگرم برنج را به خانه‌اش می‌برد. سال روان ندارد که از سبب حاصل زیاد شله زمستان را آش زیاد انتظار است. حاصل نقد هر سال نقش سال است. چند سومونی داری دکتر؟ ما بونکرش 20 کیلو میگیریم. یک بونکر پر میکنیم 20 کیلو میگیریم. مرحله نهایی یعنی از خوش جدا کردن شله در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی یابه آغاز گردیده است. دوام ماه روان خواجگی‌داران جماعت در و بستن بند را به انجام رسانیدند. با استفاده از هوای مساعد چند روز آخر قهرمان گزارش‌ها پس از گانشینی حاصل زمین‌های دهقانی خود و مرد کاری آمد. دهقانی‌های جمع داشتن ما هم بیکاریم میبینیم همینجا کار میکنیم. هر رحمت همین با ناز راضی میکنن همین کار میشه. چی دهقان میگی کجا؟ کارتوشک میکاریم، گندم میکاریم، مکه پکه، سیب، پیپ، موهای. مهاجرت نمیری؟ میرم. همین سال هر سال وقتی شغلی به من میبینم مهاجرت. زیاد از یک ماه می شود که در ولایت اسحاق جمع‌آوری حاصل شله آغاز شده است. بنوچین شله اساساً در شهر ناحیه‌های بوجان غفورov، اسفره و پنجکند با مرام ادامه داشته. دهقانان این منطقه تا امروز بیش از 11000 تن شله استحصال کردند. از ریاست کشاورزی ولایت اسحاق به ما اطلاع دادند که سال جاری در همه شکل‌های خواجگی‌داری در میدان 9280 گکتار کشت شله گذرانده شده است که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 82 گکتار زیاد میباشد. جمع‌آوری شاله 10517 تن شاله استحصال کرده است که نسبت سال پیشین 976 تن زیاد می باشد. بنا به اطلاعی کشاورزان سال جاری در میدان کشتی ولایت نوهای برنج کنجه، دیوزیره، ریگر، نوکس، اوانگارد و سرازم برآ مانده شده است. طبق معلومات‌های آماری تا امروز کشاورزان ولایت بیش از 10000 تن شله استحصال کردند که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 976 تن زیاد می باشد. سراسر کشاورزی ولایت من بعد نیز فعالیت خود را برای تامین رشد منبعدی ساحه بلند برداشتن سطح تامینات اهالی با محصولات استحصال خودی و بهره عملی گردانی دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با استفاده از همه ذخیره و امکانات‌های موجوده برای عملی سازی سیاست اگراری مملکت تدبیرهای ضروری و سریع را عملی می‌نمایند. در نظر است که سال جاری کشاورزان ولایت تا آخر موسم استحصال شله را به بیش از 50000 تن رسانند. گزارش سید مختار سیدانور، فرزانه شمسیه و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.